زمین داره گرم میشه دیگه، این ور اون ور میشنویم که زمین داره گرم میشه و هر چقدر گرمای زمین، این گرمایش زمین بیشتر میشه، یخایی که این ور اون ور هستن رو زمین دارن آب میشن. یخا آب میشن کم کم و موجودات عجیبی از این زیر میزنن بیرون. موجوداتی که خیلی خیلی عجیب و غریبن، بعضیشون برای چند 10,000 سال پیشن و انگار اطلاعاتی به ما میدن که چندین هزار سال دست نخوردن. فکر کنید یک جای یک موجودی نگه داشته شده تو فریزر و الان ما بعد از چند 10,000 سال میتونیم نگاش کنیم. این اتفاق حیرت انگیزه. امروز میخوایم در مورد 10 تا از این موجوداتی که در طول زمان توی این یخها پیدا شدن صحبت کنیم. موجوداتی که بعضیشون خیلی عجیبن، ما مثل اونا رو قبلا هیچ جا ندیده بودیم و بعضیشون خیلی خیلی حیوانات تازه‌ای هستن. بریم ببینیم چی پیش میاد. 10. ماموت یوغا. ماموت یوغا یکی از معروفترین و ارزشمندترین حیواناتیه که تا حالا پیدا شده. این ماموت تو سال 2010 تو یخزدگی دائمی سیبری تو سواحل دریای لپتوا تو روسیه کشف شد. جالب‌ترین نکته درباره این ماموت 39,000 ساله اینه که مومیایی شده پیدا شد و مغز اون به طرز حیرت انگیزی سالم باقی مونده بود. حتی چین خوردگی‌ها و رگای خونی این ماموت هنوز قابل مشاهده است. این کشف به ما کمک میکنه که بهتر بفهمیم که این گونه چجوری زندگی می‌کرده. تحقیقات روی مغزش نشون داد که این عضو خیلی خیلی شبیه به مغز فیلاست. دانشمندا با این تحقیقات راههای بهتری رو میتونن پیدا کنن برای اینکه مثلا برشون گردونن ماموت ها رو تو آینده خیلی نزدیک. ایده هایی که ما یه سری ویدیو در موردش رو ساختیم، لینکش رو میذارم اگه خواستید میتونید ببینید. یه سری شرکتایی هستن ایدهشون اینه که ما ماموت ها رو میتونیم برگردونیم. کلی اتفاق جالب میتونن برای ما رقم بزنن. در کنار ماموت یوغا نمونه های دیگه‌ای هم تو این منطقه پیدا شد. هرچند این نمونه ها به خوبی این ماموت سالم نبودن، اما این ماموت چیز جالبی که داشت دی ان ایش بود. دی ان ای نسبتا سالمی که داشت و اینکه اینا فهمیدن هم خانوادگی خیلی زیادی بین این ماموت و بعضی از این حیوانات امروزی وجود داره و ما میتونیم از دی ان ای این و اون حیوان امروزی که وجود داره، مثلا بیلای آسیایی، استفاده کنیم و با یه کمی شانس و تلاش ممکنه دوباره این غول‌های بزرگ رو بتونیم زنده ببینیمشون. خیلی خفنه دیگه، ما بتونیم یک گونه منقرض شده رو برگردونیم. 9. گوزن شمالی. کشف یه حیوان که تو یخ محافظت شده خودش خیلی نادره، اما پیدا کردن 2 تا حیوان که در حال تعامل با هم بودن توی یخ‌ها خیلی خیلی چیز نادرتریه. این چیزی بود که چند تا کوهنورد تو آلاسکا تو سال 2016 پیدا کردن. زیر 8 اینچ یخ صحنه شگفت‌انگیزی از 2 تا گوزن شمالی در حال مبارزه با هم بودن به چشم این کوهنوردا خورد. این 2 تا گوزن اونقدر تو درگیری خودشون غرق شده بودن که متوجه نزدیک شدن سرما نشدن. تو فصل پاییز گوزنای نر معمولا به دلیل اختلافاتی که سر قلمرو دارن یا برای جلب توجه یه ماده با هم دیگه دعوا میکنن، تو سر کله هم میزنن، حمله میکنن و در نهایت یکیشون پیروز میشه. اما این 2 تا گوزن هیچ کدومشون پیروز نشده بوده. جفتشون یخ زدن، یا اینکه جفتشون احتمالاً افتادن تو آب سرد، غرق شدن. قبل از اینکه دما کاهش پیدا کنه اینا یخ زدن. بلافاصله بعد از این کشف علاقه‌مندانی که می‌خواستن این یافته غیر معمول رو برای همیشه حفظ کنن، گوزنا رو از یخ بیرون آوردن و الان گوزنا حفظ شدن. 8. ماهیا که تو آب زندگی میکنن اصولاً یخ براشون چیز جالبیه، چون هم بعد یخ خاصیت یخ اینه که روی یخ، یعنی روی دریاچه رو میگیره، روی آب شناور میمونه یخ و بعد زیر سطح دریاچه این یخی که روش تشکیل شده به حفظ گرما هم کمک میکنه اصلا. پس ماهیا میتونن تو دماهای پایین زنده بمونن، اما همیشه هم اینطوری نیست. تو سال 2014 یه باد سرد و شدیدی از شرق باعث شد که دماها خیلی سریع تو اطراف جزیره لاونت تو نروژ کاهش پیدا کنه و بخشایی از اقیانوس یخ بزنه. متاسفانه برای یه گروه بزرگی از ماهیا که به نظر میرسید در حال فرار از شکارچی هستن، فرصتی برای فرار از این یخ پیش نیومد و یخ زدن. ضخامت یخ انقدر زیاد بود که مردم میتونستن به راحتی روی اون راه برن و تصاویر شگفت‌انگیزی از هزاران ماهی منجمد بگیرن که همشون یه جا با هم یخ زدن. این رویداد تاثیر بزرگی رو اکوسیستم محلی گذاشت. چرا؟ چون که پرنده‌ها دیگه نمیتونستن هیچ غذایی پیدا کنن. در نتیجه آسمون طرز عجیبی از پرنده‌ها خالی شد تا اینکه بالاخره یخ ذوب بشه، ماهیا برگردن و پرنده‌هام دوباره سر و کله‌شون پیدا بشه. 7. یوکاگیر بایسون. سیبری یکی از سردترین مکانهای دنیا. اینجا مکان مناسبی برای پیدا کردن حیوانات منجمدی مثل ماموت یوکا یا
چیزای دیگه است. تو سال 2011 بقایای مومیایی یک بیزون استپی گاومیشایی که کوهان دارن که اجداد بیزون‌های امروزی هستن اینا پیدا شد. این بیزون توسط یک قبیله تو دشت‌های یانای ایندیگریکا کشف شد و به طرز فوق‌العاده‌ای سالم بود، به طوری که مغز و سایر ارگاناش طور کامل حفظ شده بودن. این کامل ترین بیزونیه که تا به امروز پیدا شده و به محققان اجازه رو میده که به طور گسترده‌ای مغز، قلب، سیستم گوارشی و رگ‌های خونیش رو بررسی کنن. حتی با اینکه بیشتر از 9000 سال سن داره، به نظر میرسه که این بیزون هیچ نشانه‌ای از آسیب تو بدنش نداره. نبود چربی بدن تو اطراف شکمش میتونه نشونه‌های خوبی باشه که این تفلک برای چی مرده. احتمالاً به خاطر گرسنگی و تغییرات سریع محیطی که تو اون زمان براش وجود داشته این بیچاره مرده. 6. پونی سلریکان. تو سال 1968 معدنچیان طلا در حال حفر تونل‌های تو عمق 30 فوتی زیر رودخونه ایندیگریکا تو سیبری بودن و با یک کشف شگفت‌انگیز مواجه شدن. 2 تا پای یک پونی نزین اسبای کوچیک و دومی که از سقف تونل بیرون زده بود. کارشناسا از مؤسسه جانورشناسی سن پترزبورگ برای کمک به بیرون کشیدن کامل حیوان به محل دعوت شدن که همه بدنشو بتونن بکشن بیرون. همه هم کشیدن بیرون به جز سرش راحت بیرون نمیومد. دیدن که این یه بدن متعلق به یک اسب پریزوالسکی بوده که امروزه فقط تو مغولستان پیدا میشه. و جالب اینه که به نظر میرسه که این اسب حدود 35000 سال پیش مرده. تجزیه و تحلیل بقایای این اسب نشون میده که این اسبا تو اون زمان زندگی نسبتا مشابهی با زندگی امروزشون داشتن. معدهشون پر علف بوده، گیاهان آبسی میخوردن، بوته ها رو میکندن و میخوردن و به دلیل اینکه معدهش پر بوده به این نتیجه رسیدن که این اسب به سرعت مرده، از گرسنگی نمرده و احتمالاً این توی باطلاقی گیر کرده بوده و نتونسته فرار کنه، خاطر همینم مرده. 5. کرگدن پشمالوی کولیما. سفر به سیبری هنوز تموم نشده، ما هنوز تو سیبری. تو سال 2007 عقب نشینی یخ‌ها تو سیبری نمونه شگفت انگیز دیگه ای رو آشکار کرد. این بار بقایای یک کرگدن پشمالو پیدا شد. این حیوان زمانی از رایج‌ترین پستانداران بزرگ بوده که تو منطقه اوراسیا پرسه می‌زدن، اما چون حدود 39000 سال پیش زندگی می‌کردن خیلی کم پیش میاد که جسد سالمی ازشون پیدا بشه. حالا ما اینا رو برداریم و ببریم برای تحقیقات و اصولا تحقیقات ارزشمندی ازشون به دست بیاریم. این کرگدن ماده که تو عمق حدود 20 فوتی رودخونه کولیما پیدا شده اطلاعات زیادی رو درباره زندگی این موجودات به محققان میده. با بررسی بدنش متوجه شدن که این کرگدن‌های پشمالو گیاهخوار بودن و بیشتر از غلات تغذیه میکردن. بدن کشیده و پاهای کوتاهی داشتن. شاخهای جلویی صاف و پوست خیلی محکمی با یه خزی برای تحمل سرما داشتن. وزنشون حدوداً 1.5 تن بوده و دم و گوشای خیلی کوتاه‌تری نسبت به کرگدن‌های امروزی داشتن. به نظر میرسه که دلیل انقراض کرگدن‌های پشمالو این بوده که نمیتونستن خودشون رو با سرما و بارش‌های سنگین و برف تطبیق بدن. ترکیب وزن سنگینشون که باعث فرو رفتنشون تو برف میشد و پاهای کوتاهشون احتمالاً باعث میشد که به راحتی توی برف گیر کنن و راه فراری نداشته باشن. این احتمالاً اتفاقاییه که برای کرگدنا روال بوده و برای همین کرگدن کولیمای ما هم همین اتفاق افتاده. یکی از دلایل مهم انقراض این گونه این بوده که تو برف گیر میکردن. 4. خرس آبی یا تاردیگری. حیوان بعدی این لیست من خیلی برام جالبه. تاردیگری به خاطر مدت طولانی که اینا میتونن یخزده بمونن. همین که به خاطر اهمیت علمی که کشفش داشته. تاردیگریدا کلا چیزای جالبی ان. بهشون خرس آبی هم میگن. یه موجودات کوچکی هستن که تو آب زندگی میکنن. اندازهشون کمتر از 1 میلیمتره. قادرن تو شرایط عجیب و غریب و فوق العاده سخت زنده بمونن. این موجودات با کاهش یا حتی قطع کامل فرآیندهای بدنشون برای مدت طولانی قادر میشن تا از سرمای شدید جون سالم به در ببرن. تو سال 2014 این ویژگی باعث شد که محققان رکورد جدیدی رو ثبت کنن. نمونه‌هایی از این موجود رو که تو سال 1983 از خزه‌های قطب جنوب جمع‌آوری کرده بودن، اینا منتقلش کردن به آزمایشگاه. تو دمای منفی 20 درجه ذخیره‌شون کردن و یک دمایی که تقریبا هیچ موجودی تو منفی 20 درجه نمیتونه زنده بمونه. این دما برای کشتن تقریبا همه چیز روی زمین کافیه. اما 30 سال بعدش اونا رو از حالت یخزدگی درآوردن و دیدن که زنده شدن و این اولین باری بود که موجود زنده‌ای تو
تونسته بود بعد از این مدت طولانی روی یخ زنده بمونه. بعد از اینم که این تاردیگرید برگشت، انگار اتفاق براش نیفتاده بود. دوباره تخم گذاشت، 14 تای اونا به خوبی و بدون هیچ نقصی به دنیا اومدن از این تخما. این موجودات تکامل پیدا کردن که بتونن این شرایط پیچیده و سخت و خیلی راحت تحملش کنن. زنده موندنشون به دانشمندا کمک میکنه تا تاثیر دماهای یخزده رو روی بافت‌های زنده بهتر درک کنن و بتونن روش‌هایی رو برای افزایش تحمل سرما برای خود ما هم پیدا کنن، ما انسانا. 3. روباها. خیلی جالبه، فقط موجودات باستانی نیستن که توی یخ گیر میکنن. به نظر میاد روباها هم از جمله حیوانات پرطرفداری هستن که بیشتر از بقیه گرفتار یخ میشن. کسی دقیقاً نمیدونه چرا روباها به یخ زدگی انقدر حساسن، اما تقریبا هر موج سرمایی که شدیدی که میاد، تصاویر زیادی از روباهایی وجود داره که تفلکی‌ها یخ میزنن و این اتفاق معمولا زمانی میفته که هوا به طور ناگهانی خیلی سرد میشه و آب خیلی سریع یخ میزنه، به طوری که حیوان فرصت پیدا نمیکنه که فرار کنه. تو آلمان یه شکارچی آلمانی توی رودخونه دانوب یه روباه یخزده پیدا کرد. بعد به جای اینکه ولش کنه، روباه یخزده رو برداشت آورد جلوی هتلش گذاشت و این به عنوان دکور بیرون هتلش وجود داشت. یه هشداری که هوا سرد شده حواست باشه که یخ نزنی. کلا هم انگار تصاویر روباه‌های یخزده بیشتر از هر حیوان دیگه‌ای دیده میشه. روباه برای اینکه بتونه شکار کنه عاشق شیرجه زدن با سر به سمت طعمه‌هاشونه، اینجوری که میپرن توی یخ‌ها. جالبه که یه وقتی این کارا رو میکنن گیر میکنن و همون جوری یخ میزنن. 2. توله سگ تومات. روستای تومات تو جمهوری ساخای روسیه یکی دیگه از مناطقیه که دائما زیر یخ‌های دائمیه و تو سال 2015 یکی از کشف‌های نادر تو اونجا اتفاق افتاد و به این کشف اسم توله سگ تومات رو دادن و فکر می‌کردن که این توله سگ متعلق به یه گونه منقرض شده از سگاست که بیشتر از 12000 سال پیش یخ زده. چیزی که دانشمندان رو بیشتر از همه شگفت زده کرد وضعیت تقریبا کامل بدن این سگ بود. مغزش تقریبا سالم بود. تخمین زده میشه که حدود 70 تا 80% از بدنش هنوز دست نخورده. گفته میشه که احتمالاً همراه این سگ تومات یه حیوان دیگه‌ای تو سال 2011 کشف شده تو همون منطقه. این مربوط به اینه که خب توی اون منطقه سکونت انسانی وجود داشته. حیوانایی بودن که اطراف این محل سکونت انسانی زندگی میکردن. این خیلی کمک میکنه دیگه. ما میتونیم بقایای معده اینا رو نگاه کنیم، میتونیم شرایط زندگی اون زمان، غذاهایی که میخوردن، اینا رو بفهمیم. شاید حتی بتونیم یه روزی این حیوانات رو دوباره زنده کنیم. کی میدونه دیگه؟ شاید این گونه‌های پیشا تاریخی امروز برای ما جالب باشن. 1. شیرهای قاری. بازم برمیگردیم به یخ‌های دائمی سیبری. این بار روی جمهوری یاکوتیا بعد از یک کاوش‌های تو منطقه‌ای از یخ‌های ضخیم، مردم محلی با موجودی روبرو شدن که تا اون موقع فقط از فسیل‌ها شناخته شده بود. شیر قاری اوراسیایی. حتی شگفت‌انگیزتر این بود که 2 تا از این شیرها پیدا شدن که احتمالاً توله‌های دوقلویی بودن و به خاطر وضعیت بسیار سالمی که داشتن از کامل‌ترین بقایای موجودات کشف شده تا امروزن. با وجود اینکه بیشتر از 30000 سال عمر داشتن این شیرها، فکر می‌کنن که این توله‌ها کمتر از یه هفته سن داشتن که به خاطر فرو ریختن لانه‌شون رو سرشون از بین رفتن. اینم به خاطر این بود که یکی از اینا له شده بود. این گونه از شیرها یکی از بزرگترین شیرهایی بودن که تا الان روی زمین زندگی کردن و شونه‌هاشون تقریباً به 4 فوت میرسید. غذای اصلیشون احتمالاً شامل گوزنای شمالی، اسبا، ماموت‌های پشمالو بود که تو همون منطقه زندگی می‌کردن. هنوز هم مشخص نیست که چرا این گونه در نهایت منقرض شده، اما نظریه‌های غالب روی کمبود غذا به خاطر سرد شدن آب و هوا و شکار شدن توسط انسان‌ها تمرکز داره. روی این توله‌ها مطالعاتی انجام شده و بعد این توله‌ها رو به نمایشگاهی از حیوانات یخزده بردن تا برای نسل‌های آینده همزمان هم منجمد بمونن. ما یه سری ویدیو ساختیم در مورد گربه‌سانان، ویدیوی ببر، ویدیوی پلنگ، ویدیوی شیر، ویدیوی پلنگ برفی. در مورد تاریخشون یکم اونجا حرف زدیم. اگه دوست داشتید لینکش رو میذارم، لینک پلیلیست پنج مخملیا رو اونجا میتونید ببینید. این سری ویدیوهای ما 10 تا از عجیب ترین حیواناتیه که پیدا شدن و به نظرمون جالبه. پیش میریم ببینیم چیه. اگر از این ویدیوها دوست دارید حتما دکمه بالا رو بزنید، ویدیو رو لایکش کنید. اگه فکر کنید برای کسی جالبه حتما براش بفرستید. من جواد آزادی هم یکی از ویدیوهای پادکست اگزون بود. ممنون که نگاه کردید.